دوباره سلام. دیگه این غذای پخته شده درشو باز کردم. حالا یکم واسه خودم بردارم. نگاه کنید چی شده، چه غذایی شده واسه من امروز. غذای نهارم باشه. غذای خشکیه، زیاد احتیاج به آب نداره. یعنی یک کمکی هم لیمو بذارم توش، با آب لیمو خوشمزه میشه. دیگه چی میخواد؟ موقع خوردن الان مزه داره. حالا اینه میذارمش اینجا. واسه خودم امروز سفره درست کردم. یک کمکی هم من چیز دوست دارم، نارکشیسه. یه ذرم نارکشیسی رو به انار، یعنی به انارم ریختم روش. اینم بذارمش اینجا. خیلی خوب، اینم تموم شد. دیگه چی میخوام؟ حالا باید بشینیم مزهش ببینیم چی شده. برای شما نشون دادم. واسه خودم چه سفره هم گذاشتم، گلم هم گذاشتم. این گذاشتم ماست آب با ماست خونگی که خودم درست کردم. دست خودم درد نکنه. خب این حتما امتحان بکنید، خیلی خوشمزه میشه، خیلی خاصیت داره. نگاه کنید، ظاهرش هم بد نیست، خوبه. البته این چون من رژیم هستم این تنهایی میخورم، برام بسته. و الا کنارش گوشت، غذای دیگه هم میتونین درست کنین، غذای کامل بشه. واسه من که در رژیم هستم فعلا همین یه ذره بسته. تمام، امتحان میکنم ببینم چی شد. حالا بار اوله، هم دستم تلفن هم غذا درست میکنم، بار اوله. نوشه جون. خیلی خوب شد. حتما امتحان میکنید شما، حتما.